من غنیه گلنوره و خوابم ساکن شهر خوجند با شرایط وضع اولوی که پسرمون دانشجوی فدراسیون روسیه یک از کالج همونجا تحصیل میکنند، همونجا سفر شدند و سپس برای سرجم کردن اویله اونجا رفتیم. در همونجا من با رانو خان عبدالمنون رسولова شناخته شدم و بسیار فهمیدم درباره اون زنهایی که در فدراسیون روسیه فعالیت میبرند، اساساً بود در شهر مسکو. زنها اهل اتفاق یکدیگر را دستگیری میکنند در روزهای توی یا اینکه در روزهای بیماری، در روزهای غمگین، شد حالتهایی که بعضی کس وفات کردن، دادرشان یا فرزندشان یا مادرشان همونجا آوردن لازم بود، مبلغ لازم برای آوردن. این همونجا زنهایی که زیاده از 600 نفر در کلوب دوگانه ها فعالیت دارند و زیاده از 500 نفر در زنان تاجیکستان در مسکو فعالیت دارند، همه سرجمانه پول میپرداختند. اهلیگی اتفاقی آنها رو دیده حواسم آمد که زنهای بانوان ما بیرون از جمهور هم همیشه اهل اتفاق هستند. احسن به همین تأسیس کننده همین گروه دلبرخان واسطه و زلفیه خان حکیمه و اصلا اونها چیکاره هستند همین نفران؟ اصلا اونها هم تو گریده که در اونجا کار خانه کار خانگی همون شهروندان فدراسیون روسیه میکنن. یکی بیمار نگاه میکنن، بیمارا هستن اونجا به پیرانسالایی که 80-70 گذشتگی آنها رو، یا اینکه جوانو آنها معیوب گروهی 1 و 2 هستن همونها رو نگاه میکنن، یا اینکه کودکایی که با بخچه باید که باغچه گرفت یا از مکتب گرفت با اونها نگاه بین کرد، اونها همیشه اساسا همین کار کرده مشغول می باشن. کم اونهایی که شهروندی فدراسیون روسیه داشته باشن اگر روسیه، اونها میتونن در زبان فابریکا فعالیت کنند. هستند بانوهایی که موفق شدند و صاحب کار انفرادی می باشند و با یک قسمت زنها رو هنرمند رو با цех خود با کار تامین نمودند، با کار تامین نموده با اونها جای کار و جای خواب داده هستند. در آنجا 3-4 نفر ادوکات هستند، حقوق شناسا فعالیت میبرند، زنهای تاجیکی که از اون کمال و فیروزه میباشند. اون معماهای زنهایی که عهده حجت گذاری پیدا میشود اون کس یاردم میتیند برای گرفتن شهروندی یا اینکه یگان نمود دیگرش باشد. اگر رسولова رانو خان عبدالمنون هستند معلومه ها جایی که بسیار با مشکلی های معماهایی که با زنها و اونها و میخورند با اونها مصلحت میتیند.